این خانم وقتی برنج برمی داشت به طور اتفاقی یه بطری مرگ موش توی ظرف برنج میریزه. ایشون که یه عمر ظرف جویی کرده بود با خودش فکر کرد مرگ موش برای موشاست، ما آدمیم چیزیمون نمیشه. یه قابلمه برنج پخت، ولی بعدش یه اتفاقی افتاد. اون شب همه خانواده‌اش رو با آمبولانس بردن بیمارستان. خوشبختانه خانم اشتهایی نداشت و کم خورده بود و بعد از درمان فرداش مرخص شد. اما شوهرش که 2 کاسه خورده بود توی ICU موند. تو خونه زنه به اون همه برنج نگاه کرد و گفت اگه ما نتونیم بخوریم حیفه بریزیم دور. ریخت جلوی مرغ و خروساش. فرداش هم همه مرغ و خروساش هم مردن. فرداش بیمارستان گفت که شوهرش به شدت مسموم شده و مرده. زنش خیلی ناراحت شده بود و 400 تا از اهالی روستا رو برای مراسم ختم دعوت کرد. بله، ایشون مرغ‌های مرده رو پخت چون فکر میکرد به جوشون سم از بین میره. قبل تموم شدن مراسم مهمونا کف و خون قاطی کردن. بخش جالبش اینه زنه زنده موند چون دل و دماغ غذا خوردن نداشت. بعد از این داستان امیدوارم خانم این درس رو گرفته باشه که جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته.